الهی الاب الهی الاب. آقای رادین تشریف آوردن. همون دیگه کله دنیزو دیدی؟ خیلی ترسناکه. خیلی دنیزولا خدا حافظ. میخواییم هات داگ بخوریم وید به رادین باخته. من دخالت نمی کنم، من فقط این وسط میخورم چیزایی که این میبازه و چیزایی که این عزیز میبازه. چی؟ یا بو کن شاید نظر عوض شد. پیتزا؟ نه من هم هات داگ میخورم. اوه سلام. رویا فقط روده هم پیتزا هاشم خوشم. بوشک عالیه. دیگه من ترکش میکنم و میرم پیش همسر قهرمانم. همسر قهرمانم چرا میبازی برادین؟ حالا نه این سری جدی بازی کن. اشکال نداره باید بفهمه تو زندگی باختم وجود داره. قرصه میشه ببره. شب میزنید سر یه هات داگ دیگه. پیتزای اینجا ایوه. پیتزای اینجا خوبه. خوابیدی هنوز چی گرفتی؟ بعدی سر پیتزایی هم میگم. اوه ما هم اینو گفتیم. بشینیم امشب. من شب قرار شد سر پیتزا بزنیم. بشینیم سر پیتزا. بشینیم. بشینیم. بلدی آخه. ایوال پیتزا بردم. من انقدر آدم سخت کوشی هستم با تلاش و کوشش همیشه خرج خانواده رو در میارم. فردا شب نمیدونم پیتزا بخوریم. همین زن بشینیم. من رژیمم متاسفانه این ببازم. روز چیت دی رادین میاد. اگه ببازم رژیمم. رژیمی الان برای چی رژیم نیستی؟ چون بردم. چیت دیشه. اوه چه جدی. الان پس رژیم. آره. یه تومانی که الان کارت کشیدم رو دلش میمونه تا ابد. باخت دادم. بعدم باختم. یه سری هم بگیم. یه بار دیگه بگیم. سی ناخونم دیدی؟ ببینم فکر کنی عباس چی گفت؟ چه رنگی زد؟ اولش مثل بگه آیا ببینم رفتم پدیکور کنم یارو گفت بیا مانیکور. چه رنگ رو انتخاب کردیم ما؟ روز گل. والا بعد میگم عوض نشده. منو نگاه کنی من نمیرم. وای امایی تغییر داد. سوسن داره صدا میکنه. اسم واقعیشو من گفت منو جمال صدا میکنم ولی اسم واقعیم سوسنه. هیچی دیگه این طولش داده. من گشنمونه دیگه داره زیاده از حد گشنم میشه. من نگاه کن الان خیلی وقته که ما منتظریم. آروم باش آتنا جان اشکال نداره. برقا رفته بوده. نه برقا اینا 2000 years later. آماده شده. هورا خوب رادین جون لبخند رضایت روی لباشه. سس دیگه ای نداره. خب زیاد گرفتی؟ نه دیگه 3 تا میدن دیگه. خب این از بمب شما. یوهو وایسا بریم تو پارک بریم بخوریم. اینجا سخته. سخت نمیشه؟ نه بابا بشینیم تو پارک. بشینیم. ما پیاده شدیم. کجا بشینیم؟ کو این چیه؟ چرا باید بیاین پارک اینو بخورین و بندازین اینجا؟ Oh my god. خیلی کار زشتیه. نباید این کارو بکنین. بی فرهنگیه بی شخصیتیه. خب اینقدر خوشحالم میخوام اینو بخورم.
آقا دلم خیلی وقت بود مامانم داره که خیلی هم خوشمزه عالیه. دریدین باز میکنی مرد قهرمانم. ممنون همسر قلبی من. پنیرش پنیرش خیلی خوشمزه. معلومه پیتزاش خوشمزه. سیندرلا ببینیم. آره باید بشینید با من سیندرلا ببینید. الان اگه تو سیندرلا رو ندیده بودی از کجا می‌خواستی بدونی سیندرلا چیه؟ گازش رفت تو حلقم. من و رادین با هم خیلی انیمیشن میدیدیم بچه بودیم. خیلی میکنی یا بچه رادین خوشبخت روزگارم. من اگه نبودم هیچ کدومو ندیده بودی. بهش گفتم مثلا سیندرلا، سفید برفی، فلان اینا یه شخصیت داستانی هن. درسته که حالا مثلا دارن بعضی چیزا یه ذره شاید پرنسسی و جودق درونه، ولی باید ببینی مثلا وقتی یه نفر میگه سفید برفی داره در مورد چی صحبت میکنه. الان سفید برفی کیه؟ بگو. همون که شاهش قول بود. نه هفت تو اون دیگو دلبره اسمش. یکی هم دیگه. بیا الان یه دادم به سفید برفی صحبت چه تو نمیدونی؟ برفی من تو جمعی که راجع به سفید برفی صحبت نمیشینم. تو جمعی میشینم که راجع به بینوایان و بادبادک با صحبت. شب میشینیم سفید برفی میبینیم تا حالت جا بسه. چرا ببینیم؟ هر بودر که با هم دیدیم حال میکنه، همه چی هم با من دیدم. من باش خیلی حال میکنم. حال میکنه واقعا. باید بدبخت چه گیری افتاده این وسط. ما اومدیم خونه مادر جان. بوسم کو باید بوسم کو طبل شادانه بکوب پیروز و ویرانه سرم داره کیچ میره. کی برد؟ پیتزا رو کی بخوریم؟ من الان میدارمش بس. چی شد؟ نه فرین همین آفرین. بازم میزنی مشکل نداره ولی اون سر جاش الان فقط یکیتون رو میدم میدونی که باشه وحید دومی هم برو. دومی رو یا دیدی؟ دیدی؟ بفرست برش